ما اومدیم با جدیدترین سری ویوو بوک یه لپتاپ فیلیپ که هر جا دوست داری میتونی ازش استفاده کنی. خب میریم برای آنباکس این دستگاه جذاب. در مرحله اول شما کارت گارانتی دستگاه دارین که حامی سازگار آواژنگ یک کدوم از این سه تاست، گارانتی اصلی دستگاه. یه دفترچه راهنمای به زبان اصلیه و یه پک برچسبه که برای دوستانی که میخوان روی دستگاه ازش استفاده کنن. یه قلم پنتو 4096 DPI خیلی فوق العاده عالی داره که برای دوستانی که میخوان کار طراحی با دقت خیلی بالا انجام بدن خیلی مناسبه. و در بغل دستگاه شارژرش رو داریم که به نسبت CPU و مشخصات دستگاه یه شارژر جمع و جوره با وزن مناسب که داخلش 2 تا کابل داریم، یک کابل برای استفاده داخل ایران و یکی خارج از ایران. و میرسیم سراغ خود لپتاپمون، سری TP3402 که جدیدترین کار ویوو بوکه. این سری رو شما قبلا هم در ایسوس داشتید، اما خب با یه سری تغییر دیزاینی و سبکتر شدن اومده این سری رو یه مقدار جذابترش کرده. براتون درش بیارم. فن خنک کنندش قوی تر شده، جنس دستگاه فایبر گلاس هستش و پشت دستگاه از فلز طراحی جذاب و زیبایی داره. مثل تمام ویوو بوکایی که شما توی بازار دارین، دستگاه متریال داخلش از فایبر گلاس. یه تاچ پد دارین که روی تاچ پدتون ناملوک اعداد هستش. چون دستگاه‌های 14 اینچ در کنار کیبورد ناملوک کار نشده، روی تاچ پد برای شما اونو در نظر گرفتن که اگر خواستید کار محاسباتی انجام بدید خیلی مناسبه برای شما. این دستگاه به این صورتی که 360 درجه میچرخه و شما میتونید استفاده تبلتی هم از این دستگاه داشته باشید، یا برای دوستانی که میخوان به صورت استند از دستگاهشون استفاده کنن و فیلم و ویدیو نگاه کنن، میتونن به این صورت یا به این صورت هم ازش استفاده کنن. از نظر پورت دستگاهمون مثل تمام ویوو بوکایی که داخل بازاره، یه پورت USB 2 داریم، یه پورت USB 3 تایپ C، HDMI، جک شارژر و جک 3 داریم. خوشبختانه باید بهتون بگم ما از این مدل 2 نوع CPU موجود داریم، یعنی هم با i5 12500 شو داریم، هم با i7 12700 که هر دو CPU های های کوالیتی هستند و برای دوستانی که میخوان کار برنامه‌نویسی یا کاری که با CPU درگیرن، CPU محور خیلی کالای مناسبیه. CPU های 12700 H i7 14 هسته ریل داره و 24 مگ کش CPU شه. CPU های i5 هم کش 18 رو به شما میده، یعنی شما برای کار برنامه‌نویسی از یه i7 سری U خیلی جلوتری داخل این دستگاه. 16 گیگ رم داخل هر دو تاش دارید. SSD 512 هم رمتون قابلیت ارتقا داره، هم هارد SSD تون قابلیت ارتقا داره که میتونید 512 1 ترا و 2 ترا به دستگاه اضافه کنید. دستگاه ما 14 اینچه، 360 درجه میچرخه، فیلیپ، یه قلم همونطوری که بهتون گفتم پنتو داره، 4096 DPI. خب میرسیم به صفحه نمایش این دستگاه. صفحه نمایش این دستگاه همونطوری که بهتون گفتم 360 درجه میچرخه، فیلیپ 1920 در 1200 رزولوشن تصویرشه که 60% sRGBه و صفحه نمایش قابل قبولیه واسه یه دستگاهیه که تو سری های ویوو بوک تاچه و تو این رنج قیمت هستش. این دستگاه با قابلیتایی که داره و با CPU که روش هستش بین 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت به کاربر ما شارژ میده و میتونه یه تجربه متفاوت رو با یه دستگاهی که هم لپتاپه و هم تاچه روی سری های TP3402 داشته باشه. باید بهتون بگم که سیستم صدای این سری ویوو بوک هارمنه که جزو سیستم صداهای خیلی خوب و تاپه تو لپتاپایی که الان موجود هستش و اکثرا تا قبل از این رو سری نمایش‌های دستگاه‌های زنبوک شما این سری صداها رو پیدا می‌کردید. در مجموع جدیدترین سری فیلیپ ویوو بوک با وزن خیلی عالی و تصویر خیلی عالی داخل مجموعه ایسوس ایران موجوده و شما میتونید با گارانتی اصلی این دستگاه رو تهیه بکنید. راستی اگه خواستین این دستگاه یا دستگاه‌های دیگر رو از مجموعه ایسوس ایران خرید کنید، با روش‌های مختلف میتونید این کار رو انجام بدید. اولیش داخل فروشگاه‌هامونه که ما تمامی آدرس‌ها رو در کپشن پایین برای شما میذاریم و میتونید مطالعه کنید. دومی شماره‌های کارشناس فروشاییه که تو استوری اینستاگرام بچه‌ها برای شما میذارن و سومی سایت شرکت ایسوس ایرانی که شما میتونید همه دستگاه‌ها رو با هم دیگه کامپیر و مقایسه بکنید و یه خرید فوق‌العاده داشته باشید. ممنون که وقتتون رو برای ما گذاشتید. خیلی با ارزشه. تا دستگاه جدید بعدی، خداحافظ.